صبر. صبر صبر صبر. تا صبر نداشته باشی به اون درجه از زندگی که انتظارشو داری نمیرسی، یه شبه نمیرسی. اصلا به این فکر نکنن کی میشه، بخواد بشه میشه. انقدر خوشگل میچینه. من ایمان دارم به چیدمانی که خدا انجام میده، خودش خوشگل میچینه. واسه من خیلی خوب چیده. در حد یک جمله است ولی توش خیلی حرفه. خیلی. سالها طول میکشه که یک شبه موفق بشی. مردم تو دوران سختی شما نیستن، شما رو نمیبینن و کی شما دیده میشی؟ تایمی که موفق بشی، تایمی که موفقیت داشته باشی، اون روز دیده شدنه. باید وارد چالش‌های زندگیت بشی، باید چالش‌ها رو بگذرونی و زندگی بدون چالش قشنگ نیست. میگه که از خدا قدرت خواستم، منو گذاشت تو سختیایی که قدرت رو یاد بگیرم. این واقعا اون ارتباط من با خداست که حس میکنم هر موقع تو سختیم داره نگاه میکنه و آخرش رو حواسش هست که باز منو نگه داره. بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست، در خود به طلب هر آنچه خواهی که تویی. واقعا دیدم که توی این دنیا انگار که هر چیزی که میخوای رو اگه از درون واقعا از ته دلت بخوای برات به وجود میاد. یعنی من به این رسیدم، یعنی همیشه میدونم یه شرایطی به هم میریزه برام، اینجوری هم که خب تهش که میدونم خودش برام اوکی میکنه، یعنی تهش خوب پیش میاد. هر چقدر من با چالش توی زندگی من همیشه میگم خدایا تو همه چیزو برای من اوکی میکنی، ولی همیشه با یه چالش زیاد و تهش رو به من میده.